بود ولی چیزی نبود که خیلی باحال باشه، برای همین بریم ترک بعد. خب اوکی، ترک 2 اسمش پره با بهزاد لی. بزیلی هم که گفته بود تو این آلبوم نمیرفت اگه خشی نبود. حالا چقدر حقیقت داره نمیدونم، بزیلی هر جا ویو باشه میره. بریم ترک پر رو گوش کنیم ببینیم چه جوریه. شروع کردم از کردم ولی سخفه. ویدیوش خیلی عجیب غریبه، حالت انیمیشنیه، توی پلی بوی منشن پلی بوی بانی. بعد اوکی، یعنی حالا میگم به نظر کیفیت خوب میاد تا اینجا ویدیو. بهزاد شبیه بیزنسمن ژاپنیا شده تو ویدیو. اینجا بذارین عکسشو ببینه. من نمیفهم داره الان پول میشماره، چون انگار یه پول همون پولو هی داره تکون میده. انیمیشن خیلی قوی کار نکرده انیمیتور. اصلا ویدیوش فکر کنم یه لوپه که تکرار میشه، فکر نمیکنم ویدیو باشه. نه ویدیو نیم، من فکر کنم ویدیوه. نمیدونم، فکر میکنم این سبک موزیک خیلی نمیاد به پوتک، خیلی ادبیات خاص خودشو داره این مدل موزیک، خیلی پارتی و فان و اینا. برای همین مثلا چی میگه بهتر نیست از بار اینا. چی میگه مثلا مشتی ترنی بار اینا خیلی نمیپذیرم به قول سپه به عنوان تکست، ولی میگم خیلی من فن این آهنگم نبودم، چون خیلی اصلا سبک پوتک لیریکسی نمیاد، صداش میخوره ولی لیریکسی به این مدل موزیک نمیاد. کورسشو دوست دارم، تیکه دوم کورسشو تیبا پر لیوانو، بعد بیتش هم باحال رو کورسش، بیت و کورس دوست دارم. اوه ببخشید، یه ایرادی که این آهنگ ایراد کنن، یه نکته‌ای که راجع به آهنگ از بیتش خیلی بهتره از چیزی که روش میخوننه. کورسش اوکیه ولی به نظر من بهترین چیز این آهنگ بیتشه. بیتش به نظر نمیاد، فکر کنم سوال کرد من، بیتش خیلی باحال بود. پرودوسرش کچی بیت، شاهین، ایکس وای ان جی لاست که نمیدونم هیچ وقت نمیدونم چه جوری اسمشو بگم، باشم کار کردم، خیلی هم پرودوسر خوبیه با مانی اف پی. پس 4 تا پرودوسر داره. بیت آهنگ خیلی باحاله ولی چیزشو خود آهنگو تا الان که خیلی فنش نیستم. میگم چون به جز کورسش ورسا خیلی به یاد ماندنی نی. یه چیزی هم که بهزاد داره، یه فلو رو مثلا این فلو حاجی تو نبودی بیت بزیله بیت دا در دا اینا مثلا تو مسخوت اینا میگه، یعنی یه ذره میگم شنونده هم میفهمن که یه ذره تکراریه. برای میگم آهنگ خیلی پتانسیل داشت به خاطر بیتش. قشنگ بیتش 8 9 قشنگ نمره خفن. بیتش خیلی من دوست داشتم، بیتش خیلی به نظرم انرژی داشت، اوریجینال بود. اصلا کل آهنگ بیتشه. ورسا نه اونقدر، اصلا ورساش دوست نداشتم. کورسش هم تیکه دومش فقط خوب بود. به نظرم حیف شد، آهنگ میتونست خیلی خفن تر بشه. من به این آهنگ 4 از 10 میدم. یعنی یه آهنگی که بازم نمیذارم گوش کنم بعدن. من